سلام دوستان عزیز، وقت همگی بخیر. امروز میخوام راجع به یک موضوع بسیار ساده ولی در عین حال بسیار بسیار مهم و حیاتی صحبت کنم خدمتتون و اون بحث کمپوست کود دامی هست. از زمان گذشته تا کنون و در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که کشاورزان عزیز فضولات دامی رو با اوره و گوگرد مخلوط میکنن و روی اون پلاستیک میکشن و مدت زمان 6 ماه تا 1 سال و بعضا تا 2 سال زیر نور خورشید قرار میدن و به ماده‌ای که به این ترتیب به دست میاد کمپوست اطلاق میکنن، در صورتی که این ماده به هیچ عنوان کمپوست نیست. بسیار خطرناک از بابت وجود بسیاری از انگل‌ها، آفات و پاتوژن‌ها، عاری از انرژی هست، مواد غذایی بسیار ناچیزی داره و برای باغ و درختان شما، مزارع شما، گلخونه‌های شما نه تنها سودمند نیست و علاوه بر این که وقت و هزینه شما رو در واقع تلف کرده و به هدر داده، میتونه بسیار خطرناک باشه از بابت اینکه این آفات و انگل‌ها و پاتوژن‌ها به درختان و گیاهان شما حمله میکنن. بعد از مدتی مشاهده میکنید که درختان شما خشک میشن، زرد میشن و در واقع از بین میرن. طبق تکنولوژی کلترین، کمپوست کردن حتما باید توسط میکروارگانیسم‌های مؤثر یا همون effective microorganisms اتفاق بیفته، فرایندی که در اون ما از مجموعه ای از میکروارگانیسم‌ها که شامل باکتری‌ها، مخمرها و قارچ‌های ویژه و بسیار تخصصی هستن استفاده می‌کنیم. این میکروارگانیسم‌ها با توجه به آنزیم‌هایی که دارن میان و مواد موجود در فضولات دامی یا بقیه در واقع مواد آلی همچون بقایای گیاهی، بقایای حیوانی یا فضولات مرغی و موارد مشابه رو در واقع تجزیه میکنن، از اونها ترکیبات بسیار ارزشمند میسازن، همچنان که در ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم که شامل طیف وسیع از اسیدهای آمینه، تعداد زیادی از ارگانیک اسیدها، ویتامین‌ها، هورمون‌ها و ترکیبات شبه هورمونی که بسیار برای گیاهان شما و درختان شما سودمند هستند و وقتی که این ترکیب به درختان و گیاهان شما میرسه، شاهد این هستید که یک جهش رشدی و یک جهش عملکردی خیلی خیلی خوب و قابل توجه در باغات، مزارع و گلخونه‌های شما اتفاق میفته. نکته جالبش این هستش که این میکروارگانیسم‌ها به سرعت غالب میشن توی در واقع اون بستر و میتونن آفات، پاتوژن‌ها و انگل‌ها رو از محیط حذف بکنن. به سرعت نماتود و بسیاری از آفات مثل کرم سفید ریشه و بسیاری از پاتوژن‌ها و قارچ‌ها توسط این میکروارگانیسم‌ها از فضولات دامی حذف میشن و از بین میرن. در عین حال این میکروارگانیسم‌ها به بذر علف‌های هرز حمله میکنن و اونا رو هضم میکنن و شما با خیال راحت میتونید از این ترکیبی که از این به بعد دیگه میتونید بهش بگید کمپوست، در باغ، مزارع و گلخونه‌های خودتون استفاده بکنید و دیگه نگران این نباشید که در واقع درختان شما مورد حمله و هجوم نماتود، کرم سفید ریشه یا پاتوژن‌ها در واقع قرار میگیرن. از سوی دیگه این ترکیب همچنان که خدمتتون عرض کردم حاوی ترکیبات و مولکول‌های بسیار انرژیزا و مغذی و بسیار سودمند برای گیاهان شماست. در عین حال نکته خیلی مهمش این هستش که این فرایند کمپوست شدن توسط میکروارگانیسم‌های مؤثر فقط در زمان 20 روز و کمتر از 20 روز اتفاق میفته. بنابراین شما حتی اگر تازه ترین فضولات دامی هم داشته باشید، فقط 20 روز برای کمپوست کردن اون وقت لازم دارید. دیگه شیرابه نخواهید داشت، تولید گازهای متعفن و مضر حذف میشه، تولید SH2، تولید SO2، تولید آمونیاک و گاز متان قطع میشه و بنابراین دیگه بوی بد نمیده. تخم علف هرز حذف میشه و همچنان که خدمتتون عرض کردم آفات، بیماری ها و پاتوژن ها هم به طور کلی از محیط حذف میشن و مدت زمان لازم فقط 20 روز هست. بنابراین میبینید که در وقت هزینه شما و لوجستیک شما بسیار صرفه جویی میشه و وقتی که این ترکیب رو در باغ، مزرعه و گلخونه خودتون استفاده میکنید دیگه نگران انتقال امراض و بیماری ها به درختان شما در واقع نباشید. تکنولوژی کلترین محصولی رو برای کمپوست کردن کود دامی، کود مرغی، فضولات در واقع سایر حیوانات، بقایای گیاهی، بقایای حیوانی ایجاد کرده تحت عنوان کامپوچای و به مقدار 250 cc تا 500 cc از این محصول برای 1 تن از فضولات دامی یا فضولات مرغی کفایت میکنه. اون رو خوب مخلوط میکنید و اجازه میدید که این پشته فضولات دامی استراحت بکنه. نیاز به پلاستیک کشی نداره، نیاز به افزودن اوره و گوگرد نداره
و بعد از 20 روز با خیال راحت شما یک محصولی دارید که بسیار پودری هست، بسیار خوشبو هست، رنگ متفاوتی داره، شکل متفاوتی داره و در واقع جزو بهترین ترکیباتی هستش که شما الان دیگه میتونید این رو وارد زمین بکنید و از مزایا و خواص اون در واقع بهره مند بشید. برای سفارش کامپوت چای و ملاحظات مصرف، روش مصرف، اینکه چه نکاتی رو در واقع در مصرف کامپوت چای در واقع مد نظر داشته باشید، میتونید با کارشناسان تکنولوژی کلترین تماس بگیرید. همکاران بنده در شرکت با حوصله و خیلی دقیق به سوالات شما پاسخ میدن، شما رو راهنمایی میکنن تا بتونید بهترین در واقع سود رو و بهترین ارزش افزوده رو از این فرایند داشته باشید. متشکرم.